الرافضة وهم وربي لا يريدون إلا السنة والدين قطعا وقتلا وإبادة وإخفاء من على وجه الأرض. جرائم حفظها التاريخ. إن الروافض تبدي من عداوتها أمرا تقصر عنه الروم والخزر. ليست عداوتها فينا بضائرة، لا، بل لها وعليها الشيء والضرر. ضلوا السبيل أضل الله سعيهم، بئس العصابة إن ضلوا وإن كفروا. والقوم في ظلمة سود فلا طلعت مع الأيام لهم شمس ولا قمر. لا بارك الله فيهم، لا بارك الله فيهم، لا، ولا بقيت منهم بحضرتنا أنثى ولا ذكر. الرافضة هم أكذب الناس في قول وفي عمل، وأعظم الخلق جهلا في توثبه، وهم أقل الورى عقلا وأغفلهم عن كل خير وأبطأ عن تكسبه وكل عيب. يرد الشرع قد جمعوا، هم جند إبليس بل فرسان من عديه. شركهم وتكفيرهم للصحابة يكفي، طعنهم في كتاب الله يكفي، غيرهم من عقائد الكفر عندهم يكفي. جرائم حفظها التاريخ. من راجع به حضرت صدیقه سلام الله علیها خودم قاصر میدانم که ذکری بکنم، فقط اکتفا میکنم به یک روایت که در کافی شریف است و با سند معتبر نقل شده است و اون روایت این است که حضرت صادق سلام الله علیه می‌فرماید فاطمه سلام الله علیها بعد از پدرش 75 روز زنده بودند، در این دنیا بودند و حزن و شدت بر ایشون غلبه داشت و جبرئیل امین می آمد خدمت ایشون و به ایشون تعزیت عرض می کرد و مسائلی از آینده نقل می کرد. ظاهر روایت این است که در این 75 روز مراوده ای بوده است، یعنی رفته آمده جبرئیل زیاد بوده است و گمان ندارم که غیر از طبقه اول از انبیاء اعظام درباره کسی اینطور وارد شده باشد که در ظرف 75 روز جبرئیل امین رفت آمد داشته است و مسائل را در آتیه‌ای که واقع می شده است مسائل را ذکر کرده است و اونچه که به ذریه او می رسیده است در آتیه ذکر کرده است و حضرت امیر هم اونها را نوشته است. کاتب وحی بوده است حضرت امیر، کاتب وحی بوده است حضرت امیر، همونطوری که کاتب وحی رسول خدا بوده است. کاتب وحی حضرت صدیقه در این 75 روز بوده است، همونطوری که کاتب وحی رسول خدا بوده است. کاتب وحی حضرت صدیقه در این 75 روز بوده است. مسئله آمدن جبرئیل برای کسی مسئله ساده نیست. خیال نشد که جبرئیل برای هر کسی میاد و امکان دارد بیاد. تا تناسب ما بین روح این کسی که جبرئیل میاد پیش او و بین جبرئیل که روح اعظم است نباشد امکان ندارد این معنا. و این تناسب بین جبرئیل که روح اعظم است و انبیاء درجه اول بوده است مثل رسول خدا و موسی و عیسی و ابراهیم و امثال اینها، بین همه کس نبوده است. بسم الله الرحمن الرحیم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله
وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما